کی هستی تو؟ چی میخوابی؟ کی بودنم را حاضر میفهمی؟ امشب بسیار امری معروفی خوب شده. برکت یابد هجری. بله بسیار خوب شده که خدایا این چی هست؟ و این آدم ها چیده شده است که ببینیم. وای این کنان است. اینها آدم هایش. آخر اینها رو کی کشته باشد دوستم؟ رک زودیاری تجیلی را زن خدایا یا خدایا. الو تو را پاره میکنم جنگاور. برادرم را کشتی، من تو را میکشم. تو کی هستی؟ برادرت کی است؟ نامم اژدهار سرخ است. اکای خیالی هستم. تو اکای خیالی هستی؟ برای گرفتن انتقام برادرم آمدم. تو را پاره میکنم. برادرت را من نکشتم. از ترس دروغ گفته از مرگ نجات نمییابی. من به شما گفته بودم که اژدهار سرخ میآید. انا اژدهار سرخ آمده است. شوکت را چه خیلی پاره کرده است. ندیده سردارم؟ چیا میگویی ابله؟ از کجا فهمیدی که اژدهار کرده است؟ این مردک دیگه کی خیلی بیرحمه. پای شمشیر در لباسش ندیدی؟ فش 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 فش. انیق اژدهار سرخ. رفتیم لبین رفتیم. قاتل اژدهار سرخ. همه ما رو پاره میکنن. همه ما رو. تو خواهی مرد جنگاور. خانه برادرم در زمین نمیماند.
ولش کن دوستم. عجبا مرده باشند. چی میدونم که جوهر انشالله نمردند. این را کی کرده باشد؟ عجبا نمیدونم که. این کار را بینه در بین کوچه. مردک چی کم شده اینجا ده. چی گپ شده است اینجا؟ کمیسر کنان دیوانه و آدمهایش را وحشیانه پاره کردند. سردارم اینو را اژدهار سرخ پاره کرده است. آیا زنده باشه؟ این کار بسیار دوام کرد. پروا نکن جنگاور. زخم شمشیر درد نمی کند. چشمانت کشاده میموری. تو را کشته دلت را برآورده میخورم. سردارم اژدهار سرخ برای گرفتن قصاص برادرش خیالی آمده است. همش معلوم است. چی میگوی دیوانه؟ ای بچه خیالی را جنگاور کشت. اژدها را از کنان دیوانه چی میخواهد؟ سردارم نمیفهمید پیش از اینها شوکت را کشت. از روی افهمید کشته آدم را. بعد اینا نصیب باشد نوبت خود مانند. این را گم شد ترسان چکی دیوانه. الو گوش کنید. با قطر ظهر روشنلی دو گروهی پلیس را روانه کنید. من هم میآیم. حیاتت به آخر میرسد. نه چرا من اینقدر تشنه شدم؟
برای پلیس ها دعا کن. هر کسی که به تو یاری میدهد با تو یک جا میمرد. خون برادرم را در زمین نمیگذارم. با تو گفتم که برادرت رو من نکشتم. پگاه کسانی را که به تو یاری داده بودن میکشم. راهم را گرفته نمیتوانی. تو را از همه آخر میکشم. خدای در این وقت شب کی باشد عجبا. کسی را که میکوبید در اینجا نیست. کالتاکیرس را ما ندیدیم در اینجا نیست. برای کالتاکیرس نامدیم خانم. کمیسر اونال ما را برای پرسش روان کرد که یگان حادثه رخ داده است یا نه. در گرد و اطراف خانه یگان کسی شبهناک را ندیدید؟ نه، ما هیچ کس را ندیدیم. سردار امی اژدها یک عاقب پدر آدم بود است. ماهی رمضان نگفته همه آدم را کش. نوبت خود اکا. چی ها میگوی لوند؟ آخر او آدم کش دیوانه است. رمضان را از کجا میداند به شرف؟ دستگاهی آدم کشی است. بله سردار، همین مدت ضررش نرسد او طرفش توکلش بر خدا. ندیدی آخر کنان دیوانه و آدمهایش سلاحهایشان را ناکشیده در یک ثانیه آنها را پاره کرده است. اکا اونال بگو که نمرده هم زنده انا. نمیدانم لوین، نمیدانم. وضعیت وزنین است، کمتر پس میفهمیم. بین اژدها سرخ نباشد. لبای سردارم در قصر هیچ کس را ندیدم. اینجا هیچ گپی نیست. شد من میآیم، باز از آنجا دور نشوید. چی شده باشد؟ پلیس کی را میکوبد؟ نه ترس جانم، برای تو نامدند. یک آدمی شبهناک را میکوبند. نامش چی بوده است؟ سرخ بوده است؟ چی بوده است؟ یزن پلیس ها رو برای همین به اینجا روان کرده است. گویا من این رو نمیفهمم. اون رابین حالا هم از پس من است. جانم آرام باش، برای تو نامدند، رفتن که آخران ها. خیر هیچ گپ نه. بیا خواب میکنی. بیا. پگاه بر وقت میخیزی. زیا تو چرا در بری من خواب میکنی؟ چه گپ است؟ در کجا خواب کنم؟ در زمین، دیگر در کجا میشو؟ خیر زهرا، چرا در زمین خواب میکردم؟ زیا ما حالا نکاح نداریم، جایز است مگر؟ جایز است، جایز است. بیا. نیست جانم، خیز کنی، خیز. این کار را بینم. به خدا پگاه اولین کار هجری را دعوت کردم. با تو نکاح میکنم. قسم میخورم. دلگیر شدم. خیر جانم، خوبی خوش، شب بخیر. بین هم تو در زمین خوب کرده عادت کرده یه بسیار راحت است همی خیلی؟ بستون مهره فایده داره.
هجری؟ کجا شدی؟ 2 ساعت است که تو رو منتظرم. با نفشت طاقت نکرده خواب رفت. چی شده است به تو؟ هیچ چیز نیست. چی خیلی هیچ چیز نیست ها؟ مثل که با کسی جنگیده ای. چی شده است؟ بیمار شدی؟ خونو خوردی؟ چی؟ زود لیمو و پودینه جوشانم برایت؟ چیزی نیست سانم. خوبم من. رحمتی کنم. چی خیلی یعنی باوری داری که خوب است هجری؟ گفتم که خوبم سانم. خوب هستی یعنی؟ بله. همش خوب است. بله سانم. همش خوب است. همه طرف خوبم من. چرا اینقدر خوشحال هستی هجری جان؟ نمیدونم. همین خیلی نموید. مادام خوشحال بودی چرا به خانه در آمدی رنگ و رویت پرید؟ یا اینکه وجدانت عذاب میدید؟ چی؟ چرا اینقدر حیران شدی؟ من خوب میکنم سانم. شب بخیر. ایستا تو خوب نمیکنی. حاضر تو به من جواب میدهی. چی رو جواب دهم؟ در کجا بودی هجری؟ چرا دروغ میگویی؟ در کجا بودی؟ با کی بودی؟ چی کار کردی؟ بگو. زود قایل شو. سانم چی رو قایل شوم؟ کیستان زن؟ چی ها میگویی؟ کدام زنم؟ من منتظری تو ایستادم تو باشی با کدام زن دلخوشی میکردی؟ سانم این چه خیلی گپ است؟ من مؤذنم. این خیلی کارها رو من مگر میکنم؟ اصلا از تو بر این مولای حاجی ها ترسیدن در کار. توبه استغفرالله. مگر من با اون مولاهای گفته تو مانند هستم؟ چرا تهمت میکنی؟ نمیدونستم. نباشد بدون سانم. من تو رو دوست میدارم. خودت میدونی. به خاطر جایز نیست به تو نزدیک نمیشوم و رفته به دیگر زن نزدیک میشوم. عقل تو به این نمیگیرد مگر؟ در ماه مبارک رمضان گپ‌های گفته‌اش رو بین. هجری کنی یک بار دیگر بگو. چی رو باری دیگر گویم؟ گپی پیشتر گفته‌ات رو. من پیشتر چی گفتم؟ آخر تو رو دوست میدارم گفتی که کنی یک بار دیگر بگو. همین خیلی گفتم. هیچ دریات ندارم. کنی یک بار دیگر بگو. کنی عزیزم. مایلش. تو رو دوست میدارم سانم. اجازت است رفته خوب کنم؟ شد نباشد خوب کن. من تو رو صبح صادق بیدار میکنم. زنگی ساعت رو میگذارم من. گرچه زنگم لازم نیست. به این هم من خوب نمیکنم. مایلش جانم. خوب این دیست که با تو. بوسه شب بخیرم رو میگیرم. بوسه چی؟ بوسه شب بخیر. سانم جان بوسه شب بخیر جایز نیست. بعد از نکاح می شود. این جایز نیست آن جایز نیست. کافیست نکنی؟ خدا جان هر چی زودتر خانه دار شویم و همه چیز جایز شود. دوستانم رو باید محافظت کنم. اژدهای سر خطرناک است. خدایا در این کار با من یاری بده. سانم سانم با دقت باش سانم. سانم سانم خودت رو احتیاط کن سانم. هجری ما رو صدا کردی؟ سانم هجری ما رو صدا کردی جانم؟ سانم خوب است که سانم همین جایم جانم. تو خوب کن. چه خیلی زیبا خوابیده است مثل کودک.
аҷабо аз рухсораш як буса кунам ё не мешавад? не намешавад, ҷоиз нест. аммо як борак чӣ мешавад? бо як бусаи хурдакак ӯро чӣ мешавад? ҳиҷрӣ ором намести ку? гоҳ ба рост гоҳ ба чап мегарди, бусидан наметавонам. охир танҳо як бусаи хурдакак. ҳозир туро мебусам, худам мебинӣ. чӣ шуда? тавба, астағфируллоҳ. гуфтам як буса кунам, ин ҳоло бин дар моҳи рамазон ба гуноҳ даст мезанам. ба худо майлаш, ман набусам, беҳтараш. занги соат мегузорам, субҳи содиқ мехезем. бусида наметавонам. سلام بر رمضان، به ما وردی صفا. شکری هم به درگاه خدا، در هر نفس 1000 بار. به عالم آوردی مژده، به عالمیام آوردی مژده ها. درخت ها میکنن سجده برای آمدن ماه رمضان. چشمانمان روشن باد چون روزهای مبارک رمضان. شاه 11 ماه دیگر خاموش آمدی به خانه ما. شام که ماه را دیدیم به اندازه شکرانه کردیم. شکمی من طاقت ندارد زود برای صبح خوردن خیزید. ای مردم زودتر خیزید که وقتی سحر خوراک شد. این صدای چیست؟ ای مردم بخیزید که وقتی سحر خوراک شد. چی گپ شده باشد؟ صبح صادق شده شما از خواب نمیخیزید. پدرت به نزدت آمد چرا از جایت نمیخیزی؟ پسری ناخلف هستی چرا در صفی صادق نمیخیزی؟ خیز که ناخلف حاضر تگی پایت میکنم. پدر چرا این رو در بخی گوشی من مینوزی ها؟ خاموش ناخلف، گپ نزن، برای سحرخوری آماده شم. صبح صادق شده است، بلبل ها صدا دارند.
رسیده دلهایمان پیوست می شوند. و نعره ها صدا دارند. صفهای نماز پر شدند. از رمضان نصیب نمیگیرند غافل هایی که در خواب غفلت هستند. چرا خواب میروی؟ چرا خواب میروی؟ از این خواب فایده به دست نخواهی آورد. کنی خسته نماز را بخوان جنتی اعلی را صاحب میشوی. این چی خیلی خواب است؟ چی خیلی سخت خواب رفتند؟ اینقدر دایره زدم هیچ کس بیدار نشده. قدر این ماه را بدان شکر نعمتش را بجار. در ماه مبارک رمضان حق را باید عبادت کنیم. ماهی تو بسیار است کنی بری توبه برخیز. رو از اینجا چی کار میکنی ها؟ دیوانه. زیو سر برای سجده می رود آب از چشمه ها می ریزد. زود برخیز ای غافل برای نماز. تو چی کار میکنی ها؟ مگر آدم رو همین خیل بیدار میکنن؟ پرده گوش هم داری. بسیار گپ نزن ساخته کار. صبح صادق شد برخیز. بلبل ها صدا دارند. تو حالا هم در خواب هستی مگر تو روزن نمیگیری؟ وقتی نهار فرا رسید خوشبختی نصیب توست. برخیز ای سلطانم این تلاشم برای توست. جناب عزمی این دلم مثل خنجر است که در بالای آتش است. باید قدر و حرمت یکدیگر را دانست. سلطانم خسکی صبح دمیده است. قربانت شوم من تو را قربانی تو می شوم. آی تمام تمام جناب عزمی تمام. چی شد سلطانم؟ بیدار شدی؟
همه یک جای خسته در راه حق قدم باندیم. هر نفره که روزی خوب می‌دارد عاقبتش به خیر باشد. پدر قربونت شوم، التماس این رومون چی هسته؟ خاموش، ناخلف. شاه 11 ماهی دیگر پر قیمت و گران است. به این جهانی ما آمد، خوش آمدی رمضان، خوش آمدی رمضان. سردارم این حالوی در ماه مبارک رمضان در بیمخانه سحرخوره کرده شدیم. چی از پسرم؟ پلیس را لازم شود در همه جا خوراک میخورد. درست میگید سردارم، برای ما همه جا رمضان است. ما باید 24 ساعت روزه بگیریم. چی میگویی تو؟ حالوی اکا خوراکت را بخور، کمی خاموش باش. نوشی جان سردارم. رحمت بشر، بیا یک جای خوریم. نهار نخورده ای؟ بفرما. رحمت سردارم، ما با بچه ها میخوریم. بخیر، از چیزی شده است؟ اویدی ترکیش انبار دلیلی که شما فرستادید از طرف سود قبول نگشت. همین رو گفتنی بودم. چی خیلی قبول نشده است؟ سود برای ناکفایگی دلیل ها دل رو محکم کرد. چی خیلی محکم کرده است؟ مایلی باشی برای اگون چی بخی که وقتی بام شد. هوی خواهی جان. اوه کلتکل است. از دستی من خلاصی نداری تو آشنا. سردارم چرا چنین میگوید؟ وقتی که یگان دلیل از جنایت او نداریم چی خیلی اثبات میکنیم؟ چی میگوی دیوانه؟ کلتکل است، با زبان خودش اعتراف نکرد که برای حمایه خودم من سقراط را کشتم. هم مردک در پیش سودیه باور داری که کلتکل میخیز هم خیلی گپ میگن. حیات داره و مردک که قبول نمیکنه برای که ما یگان دلیل نداریم. اوه کلتکل است. سردارم اینو آخر 18 صبح چقدر آدم بی وجدان بی اخلاق بوده است. دو آدم خوب را کشت. دو کسی دیگر از پشت او در کام است. سردارم الو چی گپ شد؟ تمام سردارم انبار رو که 18 سرخ استفاده می برده است بچه ها پیدا کردن. انبار گفتی؟ اوه میریم اکاوی نلیانی رفتیم نمونده کمی رخ شروع بخوریم سیر کنیم. زیا ما چند ساعت روزه میگیریم؟ قریب 17.5 ساعت. قریب 17.5 ساعت؟ بله بخدا. کاش رمضان رو در انتارکتیدا میگذرونیدیم. حاضر آنجا زمستان است. یک بار فکر کنید افطار را ساعتی 4 یا 5 میکردیم. چی خیلی خوب میشد. سلطانم تو امر کن، در حال تو را به سیبیر میبرم. وای ازمی جان، تو میدونی پیشتر دومولا بودی. من کسلی قند دارم. اگر روزه نگیرم میشود؟ البته میشود. ماند از برای خدا. این آدم دیوانه است. ملاگیر از کجا میداند؟ مگر از تو پرسید ساختکار؟ از من پرسید. منزیو با این دیوانه سر کار نگیر. ملش کافی است، پدرم را دیوانه نگوید. یا ندیدی؟ پسر هم مثل پدر هیچ فرقی نداره. تو دعا کن که در ماه مبارک رمضان هستیم، وگرنه در رمضان نمی بودیم چی میشد؟ ای بس آخرای از صبح سار نکنید. خوب شده است. سلطانم تو از خندیده شیرین تر هستی. نه البته. جونی من کنی دهانت را کشا که بینم. ای ازمی جان چیکار میکنی آخر؟ کنی خور شیرینکی من. جانم نوشی جانه شد. کلون دودی آخر. جانی من کنی کشا دهانت را کشا.
اینش رو خودت خور. چرا برای خودت کم برداشتی؟ مربای انگوری رو ها؟ زیو تو هم به من مربای انگور میخورانی؟ آبا زهرا خودت بخور خیلی. اوخر من از دست تو خوردن میخواهم. مثل این دیوانه رومانتیک نیستی مگر؟ از برای خدا در صبح صادق از کجا رومانتیکه؟ نکنید این کارها دیوانه همش از پشت تو شد. اوف من چی نگاه داری تو؟ مربای انگور دیم؟ نمیخواهم جانم رحمت. آخر کمی چی کار میکنی؟ نمیخواهم میگویم. دیوانه هستی؟ چی هستی ها؟ اقلا یک قشق ها کنی؟ شد تمام دهو خب کن. کنی آفرین. نوشی جانت شود شیرین شود. کونه لوشی که با کسی که موشی قفونه رو سردار در داخل در دیوار بعضی رسم‌ها هست. رسم کی پسرم؟ از کمیسر لوینت و رسم شما هم هست. چی میگویی؟ کنیاک سوئیست؟ سردارم او برای کشتن همه محله آمده است. به اینجا نگاه کنید، صورت همه من است. او مگر دیوانه است؟ صورت من یک جفته باشه. در بالای موت خط نکشیده سکونه برای می زنده ایم. ملیس تو چیکار میکنی ها؟ کافی است. ما در 17 ساعت روزه میداریم. خودم رو سیراب میکنم. ملیس سفسطه مگو. تو اشتر هستی که خودت رو سیراب میکنی. مان ویرو مان. زیو نه روزه دار باشی دوش گیره روزه اد میشکنن مگر؟ نمیشکنن. ساختکار خاموش باش. تو از کجا میدانی ها؟ از کجا میدانی؟ مرا پرس دخترم مرا نمیشکنن. من چی گفتم؟ یگان چیزی دیگر گفتم مگر؟ داملا منم. تو نیستی، تو ساختکار هستی. دیوانه کلتکلس کمال سیاه عدنان جسور هجری بابای قدیر اینش منم.
آخرین به این سفره بینداد همه رسم زیبایم را گذاشته است. چه خیلی دلش به این نشده باشد. جوانی زیبا سیمپاتیش نیه. خیر نبود. شیقو او را کشت کو. کنانی دیوانه شرف خدا رحمت چو کنه. نمک و آدمی خوب نبود. این آدم بسیار تیز حرکت است. این آدم را زود دستگیر کردن لازم، وگرنه همه جا پر از خون می شود. در کجا پنهان شده باشد این آدم؟ اژدهای سرخ در جایهای تاریک زندگانی میکند سردارم. کدام زمان از کدام چقوری میبره هیچ معلوم نیست. سخت میترسم. ای بس کن فانتازیا را. آخری برادری اودیسه این خوش رو ببینه. اکه اونالت زنگ گرفتی مزه زنه چشیده، ولی من مزه زنه نچشیدم. آخی میفرم در آغوش سیلین بمونم. گلت کیلس از آزاد شدنش شاد نمی شود. بین در روی خط مرده او هم هست. سردارم فکرای ایندیس که میکنی کو؟ اگه تو گفتنی که قطعی اژدها سرخ همکاری کنیم و کلتکلس با قپیم بکشیم حاضر بس من کلتکلس زنگ بزنم نقشه شما را گپ بزنم. سفسطه نگو. من این خیلی نگفتم. من با یک جنایتکار برای دیگر جنایتکار همکاری نمیکنم. اگه اونال چکار میکنیم؟ اگه چکار میکنیم؟ اگه اقلا نفقه میبرماده؟ این نفقه ما یک نولانو نخورده می بدبخت ما را میکشم. لوینت خاموش باش. خاموش. من اینم را خوردی. خاموش. ایجریه برادر زیبایم چقدر بی‌طالع بوده ای. حالا زن نگرفته لقمه اژدها سرخ میشوی. آخر اژدها سرخ به عقل است. تو چی میخواد؟ سردارم در حقیقت کلتکلس رو میدونم، خودم رو هم میدونم. اژدها سرخ از هجری چی میخواد؟ از برای خدا او رو چی اینجا چسبانده است؟ یعنی چرا او رو میکشته است؟ لوینت تو درست گفته بودی. این اژدهای سرخ هر کسی که به مرگ برادرش علاقمند باشد کشتن میخواهد. مرا فهمیدی؟ خوب سردارم، ولی خیالی را ما نکشتیم کو. جنگاور را کش. اما چنین است. ولی این دیوانه فکر میکند که ما با جنگاور همکاری میکنیم. درد اساسی او جنگاور است. او را در آخر میگذارد. پیش از او اینها را میکشد. سردارم حالا هم سری وقت است. میدونی هرچی زودتر انجاهوی خوردن در کار. تو چی میگویی؟ ما پلیس هستیم. کاری ما اینها را محافظت کردن است. ما را که اژدها سرخ محافظت میکند که اونا یک بار فکر کن به عقل. لوین عجب اون نوبتی کی باشد؟ انیق نوبتی من است. بسیار با مزه خوردیم. مادر جان مرا پگاه تا افطار بیدار نکن میلش. البته می شود. یگان خواهشی دیگر نداری؟ ما همه روزه می داریم. تو خواب می روی. نگریز. اوف مادره باز سر نکنی. مرا بین. با خواب رفتن روزه نمی گیرن. خواب نمی کنی. وای میشود خانم تولین مونه دختر بیچاره خوب کنه. زدچه نیست نگدیای. آخیر چرا پدر؟ من هم تو عصر خوب میرفتم. نمیشود. در صبحی بر وقت میخیزانم تو را. تا شام در روی پایت راست میستی. هیچ خواب نمیکنی. با قدر رضایت میرسی. شاید آن وقت آدم شوی ناخلف. اوف پدر، به خدا این مراتبه بسیار گپ بد زدی دیوانه. لوینت همه را خبر دادن لازم. حیات همه زیر خطر است. حیات همه آن کسانی که در روی خطر زیر خطر است. سردارم این خیل باشد حیات ما در زیر خطر است. همین خیل است. اما ما پلیس هستیم. در دست سلاح داریم. خودمان را محافظت میکنیم. کنعانی دیوانه هم آدم‌های سلاح داشتن. چی شد سردارم؟ هیچ کار از دستشان نآمد. حق است لوینت. بسیار زود حرکت است. با او با دقت بودن لازم. زود باشید. روزه شروع شد. نوشید. زود نیت کنید.
از آن صدا داد. بله، روزه شروع شد، رسما آغاز شد. خوب که در وقتش آب نوشید. وقت را بسیار خوب میدونی پدر. همه‌اش زیر نظارت است. قریب بود که روزه اماشی کند. نپرس، در وقتش تمام شد. آب زیاد نوشیدی؟ نوشیدیم به قدر کافی نوشیدیم به خدا. و تو چیه؟ تو چرا جواب میدهی؟ آخری برادر نامزدت پرسید، من هم ساده جواب دادم. چی شد؟ یا خدایا سوال هم پرسد جواب نده. جواب دهم چی میشود؟ بو سر نکنید. بس است آخر، بس. خودش چی گپ است که مثل سگ و گربه میچسبه؟ کدومش گربه است ینگه؟ اوف زهرا، دیگر دهانت را نکشان داخلف. نکشا. پدر تو از پشت کی هستی ها؟ در پشت حق هستم. سیاه کمال گناهی نداشت، چرا این خیر کردی سیاه؟ تو از پشت کی هستی زهرا؟ از پشت حقم. اینک وقتی روزه شروع شد، خدا قبول کند. آمین. از این وقت اعتبارا ممنوعهای روزه آغاز یافت. همه تان زیر نظارت من هستید. با دقت باشید هیچ کس خطا نکند. در این وقت کی است؟ کی باشد؟ اکه اونال اینجا بوی اژدها رو میکنه. بیا اینجا بریم. اونال گفت؟ اونال از کجا برد؟ با من گوش کنید. باز نگوید که در اینجا هستم ها؟ پروا نکن برادر، مرا باور کن. علال خصوص پدرم را. چی داد میزنی زهرا؟ ما کر نیستیم. اکه اونال از برای خدا گفت کم کنید. باید به همه بفهمونیم که اژدها رو سرخ آمدگی گوشه همشون هم میبره. اژدها رو سرخ گفتید؟ اوه اونال چرا ما رو اینجا جمع کردی؟ تشویش شدیم یا از نکنی بگو؟ گپ هایی که حاضر میگویم میخوام آرامانه گوش کنی. مایلش. حیاتی هممون زیر خطر است. چی؟ چی خیلی یعنی؟ چی؟ چی خیلی؟ چی خیلی خطری از نه؟ چی گفتن میخواهی؟ برادر خیالی اژدهای سرخ به ترکیه آمده است. اژدهای سرخ؟ اژدهای سرخ باز کی است؟ خیر، آمده باشد آمده است. با ما چی؟ حیاتی ما چرا زیر خطر بوده است کی؟ این اژدهای سرخ گفتنی آدم برای گرفتن انتقام برادرش آمده است و در دستش یک روی خط مرگ است. روی خط مرگ گفتی؟ اژدها سرخ بسیار آدمی بدهیبت و بدبخت است. شمشیرش از تیر تیز حرکت است و هر کسی که از پیشش برای دستای شمشیرش میکشد. خوب، ولی برادرش را ما نکشتیم. چرا ما رو میکشد؟ ولی اشین که در اون روی خط بعضی از شما هستید. چی خیلی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در روی خط اژدهای سرخ کانون دیوانه و آدمهایش بابای قادر، شوکت با سری مرا به بلا گرفتار میکنی، همین خدمه؟ حضرت هجری. چی؟ هجری گفتی؟ هجری گفتی؟ هجری گفتی؟ هجری چی علاقه داره؟ کمال سیاه. کمال گفتی؟ پسرم نترس. من آن اژدهای سرخ را با شمشیرش پاره پاره میکنم. سامورای حقیقی من هستم. تو پروا نکن پدر جان، مرا تنها از خدا ترسیدن را آموزاندند، از بندنی. عدنان جسور. چی؟ تو پروا نکن جانم، من در برات هستم. آخر اونال، من نمیفهمم ملیس در اینجا چه علاقه دارد؟ من ملیس نگفتم که تولین، عدنان جسور گفتم. و باقی مانده من و لیوید هم هستیم. افسوس ما نبودیم. ما خلاص شدیم.
پسرم عدنان جسور خدا آها ما نبوده ایم. ملیس فراموش نکن پسر تواد عدنان رو بگو که دیگر به استانبول نوید در جایی که هست همونجا پینان شود تا وقتی که ما اژدها سرخ را دستگیر نکنیم همونجا ماند. تمام یزنا. آخر اونال خوب و شما چرا او رو دستگیر نکردید؟ در کجا بودنش هیچ کس نمیدوند. اون مثل خیال است. به این هم نوع برادرش خیال بود که نه خیالی. بسیار خوب که زیاد در روی خط نبوده است. زهرا تو خرسان نشو و تو خبری خوش و یک بد دارم. خبری بد؟ چی بوده است؟ خبری بد این که کلته کیلاس در روی خط مرگ است. چی؟ غیر امکان است زیایم رو میکشند؟ در روی خط بوده ایم کو؟ خبری خوش این است که دلیل سمی از طرف سود قبول نگشت تا دلیل نو یافتنم کلته کیلاس آزاد است. اوه آزاد شدم. اوه آزاد بودم. خلاص شدم. بوسه نکن. اینجا بودی مگر؟ وقتی که تو آمدی در اینجا پنهان شدم. اینقدر باجه بیشرف هستی. این و آن را گذار همکار. چه خیلی خبر خوش آوردی. در دنیا از همه خبر خوشی آورده این بود. همکار نگو مرا. خدر خستانی ده که کرتکلاس اجدار سخ از پس تو هم هست و بطره اون نیست که قفت سنبقه رو بدوه اون میقفت در سری شمشیر میکشه. کیست این اژدهای سرخ همکار؟ این از کجا بر آمده؟ چی خیلی همکاره؟ دیوانه هستی آشنا؟ زهرا تو هم با دوست داشتت خیر خوش کنی خوب میشود به نزدیکی در یگان جایش بکنند. درست در روی خط اژدها کرتکلاس هم است. یعنی زهرا میتونی که خط کرتکلاس عمر باد خیر باد کنی که دیگر نیست. زهرا نترس تو از برای خدا. تو چه گپ زده ایستاده ای آشنا؟ من حقیقت گپ زده استم. به عقل و بطره اونال نیست. خدایا من چیکار میکنم؟ اژدهای سرخ از پسمان است. میلیس با تو چی میشود؟ تو در روی خط نیستی. آخر چرا میترسی؟ خب اگر او فهمد که من عدنان جسور هستم چی؟ تو پروا نکن ملیس جان. من اون آدم را با شمشیر خودش پاره میکنم. اژدها تو بطره اونال نیست. اولی نمیشناسش. کیست این اژدهای سرخ؟ با خدا ما هم نمیدونیم. یکم کس او را حتی رسمش رو ندیده است. ای مردک میگو که یک آدم پسیخی دیوانه از آن روی خط 2 نفر رو میگن کشته است. 2 نفر دیگر را پورا کرده است. میدونی؟ لیوین چی میگوید یزنا کنی گپ زنی زبانتان رو خورده؟ آخر زهرا کیها رو کشتی یزنا؟ اگر به هجری دست زده باشد من او را اولی شده کانون دیوانه و آدمهاش رو پورا کرده است. اکای کانون رو پورا کرده است؟ کانون گفتی؟ با این خانواده کرده با یک کسی دیگر شوکت رو کشته است. شوکت گفتی؟ مردن کمیسر اونال. 2 تاش مرد 2 تاش در حالت وزنی. اژدها سود بسیار آدمی خطرناک است. هیچ کارش رو نیم کارا نمیگذارد. یرادا کرده هایش رو برای توزه کردن تکرارم باز میگردد. یعنی حیاتی همه امان زیر خطر است رفیقا. غیر امکان است. آخر نه کی مرد کی زنده ماند؟ یگان چیز بگو. تو گفتی ما رو صبح میخیزونی کو؟ اکنون ما چه خیل 17 ساعت روزه میداریم ها؟ زنگ صدا نداد. من چیکار کنم؟ اکا من با تو نگفتم که به این باور نکن. چرا خودت زنگ ساعت رو نگذاشتی؟ خودت چرا نگذاشتی بنفشه جان؟ من به تو باور کردم. تشنه و گرسنه من چه خیل به راه میبرایم. بنفشه مگر تو میروی؟ بنفشه امروز بعد هم میرود سنم. نه من نوبت عادت میکردم. از قیسین گولم خلاص شدم. با هجری تنها میمونم باز. اوف الکه بسیار تشنه شدم.
воҳима накун Бунавша. Бе ин ҳам дар шаҳратон 40 дақиқа пеш рӯзатро мекушоӣ. Ба фоидаи ту мешавад яъне. чиҳо мегӯяд? бонавша ту имрӯз рӯза нагир, бе ин ҳам дар роҳи сафар ҳастӣ. омода шав, туро ба терминал мебарам, зуд бош. Кӣ бошад дар ин соат? ист, ман мебинам. аке унал ба хайр аст, ягон ҳодиса шуд. ҳиҷрӣ, сарамон дар бало аст. ҳозир як одам пайдо шудааст, лақабаш аждаҳои сурх. барои гирифтани интиқоми хаёлӣ як рӯйхат тартиб додааст. аввал канони девона ва одамаашро бо шавкат кушт. чӣ? онҳоро куштааст? суруду клипҳои нав ба нави тоҷикӣ. илам ғам дораду ғам дорад имшаб. ҳеҷ нагӯ ки меравам ёрам. ва хориҷӣ. видеоҳои пандомез. оё медонӣ аҷал ҳам дунболи туст. ва шавқовар. аз ҳар гӯшаи дунё ахбороти навин ва силсила филмҳои ҷадид бо сифати баланд. ин ҳамаро метавонед аз канали Шаҳноз медиа тамошо намоед. ба канали Шаҳноз медиа обуна шавед ва аз видеоҳои нав бохабар бошед.